هستم. در برنامه امروز چهارشنبه 21 آگوست این موضوع را داریم. گروهی 180 نفری حاجیان تاجیک از شهر مدینه عربستان سعودی به دوشنبه بازگشتند. ما را خداوند به آن خاک مقدس، به آن جایهای بهترین که پیغمبران ما در آنجا قدم گذاشته بودند و ما قدممان را در آنجا رسانیدیم، خیلی شاد هستیم. مسئولان آژانسی خبری آسیا پلوس میگویند به فشار تسلیم نمیشوند و به کار معمولی خود ادامه میدهند. فرزندان لولی به مکتب میروند. وکالتدار حقوقی کودک در تاجیکستان برنامه جلب کودکان لولی به تحصیل را روی دست گرفت. گفتگو می‌کنیم در بابت ضرورتی به تحصیل فرا گرفتن این کودکان لولی میگوییم. برنامه را با یک خبر عاجل شروع میکنیم. یک هواپیمای شرکت اورالسکی آویالینی که از دوشنبه به سمت مسکو پرواز میکرد در نیم راه در فرودگاه شهر سمره نشسته است. رسانه های روسیه روز 21 آگوست نوشتند که این تصمیم بعد از آن گرفته شد که وضع سلامتی مسافر هواپیما دختری 13 ساله بد شد. وی از درد قلب شکایت کرده است. ماشین یاری تعجیلی دختر را به بیمارستان برده است. ضمناً 6 روز قبل هواپیمای شرکت اورالسکی آویالینی پس از چند دقیقه پرواز از فرودگاه مسکو در میان میدان جوار مکه نشست اضطراری انجام داده بود و مسافران هواپیما سلامت از آن بیرون شدند. گروه زائران تاجیک صبح امروز 21 آگوست از عربستان سعودی به تاجیکستان بازگشتند. حاجیان را شرکت هواپیمایی تاجیک ایر از شهر مدینه عربستان سعودی به دوشنبه آورد. عربستان سعودی امسال برای سفر 6000 زائر از تاجیکستان جا اختصاص داده بود، اما بیش از 5000 نفر به حج رفتند. مقامات گفتند علاقمندان سفر حج از تاجیکستان کم شده است. ادامه موضوع در گزارش همکارم شهلای عبدالله و سروینازی روح الله. گروهی 180 نفری حاجیان تاجیک امروز 21 آگوست توسط هواپیمای تاجیک ایر از شهر مدینه عربستان سعودی به دوشنبه رسیدند. خیلی خوب بود سفرمان. ما از جای رفتگیمون خیلی شاد هستیم که ما را خداوند به آن خاک مقدس، به آن جایهای بهترین که پیغمبران ما در آنجا قدم گذاشته بودند و ما قدممان را در آنجا رسانیدیم، خیلی شاد هستیم. در فرودگاه بین المللی دوشنبه حاجیان تاجیک را نمایندگان کمیته دین و پیوندان پیشواز گرفتند. امسال از تاجیکستان حدود 5000 نفر به زیارت خانه خدا مشرف گردیدند. بازگشت نخستین حاجیان شام 20 آگوست در خوجند صورت گرفت. این معرکه تا 2 هفته دیگر یعنی تا 1 سپتامبر ادامه خواهد کرد. در جریان ادای مناسک حج امسال 3 زائر تاجیک جان دادند و هر سه را در قبرستان مکه به خاک سپردند. مقامات که نام و نسب آنها را رسانه‌ای نکردند تنها سبب مرگ آنها را بیماری ارزیابی نمودند. پیشواز حاجیان زیر نظارت کارمندان حفظی حقوق انجام شد که آنها انبوه پیشواز گیرندگان را با حاجیان در درآمدگاه فرودگاه در یک فاصله نگاه می‌داشتند. در حالی که تحلیلگران میگویند خرج سفر حج در تاجیکستان نسبت به کشورهای دیگر آسیای مرکزی گران است، اما مقامات تاجیک میگویند حاجیان وابسته به صرف مبلغ شرایط بهتری خواهند داشت. بهترین قبولگاه همه جا نقص قبول کردند، نقص پیشواز گرفتند، بهترین. امسال از سراسر جهان نزدیک به 2 میلیون مسلمان در مراسم حج اشتراک کردند. سهمیه سالانه تاجیکستان برای حج بیش از 6000 است، اما امسال شماره آنها کمتر بود. در پی یک قراری 4 سال پیش مقامات تاجیک تنها شهروندان از 40 ساله بالا حق سفر به مکه و مدینه را دارند. بر علاوه آنهایی هم که یک بار حج کردند نمی توانند دوباره سفر کنند. وقت‌های آخر برخی از ساکنان مبلغ‌های برای حج جمع آورده خود را برای پول و راه یا ساختمان مکتب صرف می‌کنند. اگر شرایطش باشد هم حج کردن اومدن در کار، زیارت کردن اومدن در کار، هم همسایه را بکنند، هم کمبغلا یارdım کردن در کار. حج برای هر مردم مسلمان حداقل یک بار در زندگیش در صورت داشتن قدرت و توانایی فرض است. تنها 1% خبرنگاران تاجیک از پاسخهای مقامات برای گرفتن اطلاع دقیق قناعتمند بودند.
انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان بعد انجام یک پژوهش به چنین نتیجه رسیده است. مسئولان این انجمن میگویند از سال 2015 به این سو همه ساله در تاجیکستان سطح آزادی بیان کاهش یافته، مقامات در راه فعالیت خبرنگاران مانعه‌های زیاد ایجاد میکنند. با فکر من غیر قانونی مسدود کردن سامانه‌های اینترنتی یکی از سبب‌های پایین رفتن تاجیکستان در ریتینگ آزادی بیان است، زیرا این عمل غیر قانونی بدون قرار سود صورت میگیرد و کسی برای راه دادن به نقض حقوق بشر در این سمت جواب نمیگه. 2 روز باز سامانه آژانسی اطلاعاتی آزیا پلوس دستنوراست شده است. یک تحقیق آنها نشان داد که در DNS مخزن سامانه سهو به میان آمده است، اما معلوم نیست که چگونه این اشتباه به وجود آمده است، بر قصد و یا تصادفی. جزئیات این موضوع در گزارش همکارم امرالدین علیموف. در این مانیتور تعدادی خوانندگان سامانه آزیا پلوس نمایش داده می شود. نشانداد در اطراف 100 نفر چرخ میزند. خبرگزاری آزیا پلوس بعد از بسته شدن سامانه‌اش news.tg در کنار فعال ساختن سامانه اضافی خود همزمان در شبکه‌های اجتماعی اخبار خود را پهن کرده تلاش دارد تعداد قبلی خوانندگان خود را دوباره به دست آورد. حجم اودیتوری ما در دوام 2 روز اخیر کمتر شده است، اما این چندان مهم نیست حالا، چون در دوام 1 سال اخیر ما کار خود را در شبکه‌های اجتماعی خیلی فعال کردیم و امروز ما در فیسبوک 50,000 خواننده داریم، در اینستاگرام 22,000 خواننده داریم، در تلگرام کانال تقریبا 10,000 خواننده داریم. مسئولان این خبرگزاری میگویند که اقدام بستن سامانه از سوی نفر گرفته شده است که بر ضد حکومت و ملت تاجیک فعالیت میبرد. فکر نمی کنم که این فشاری که ما امروز میبینیم این سیاستی یا کاری حکومت، کاری دولت است. فکر میکنم این کاری کدام یک نفرانی هست که چندان عاقلانه نیست و این فکر میکنم که این نفرها بر ضد منفعت‌های ملت، بر ضد منفعت‌های خلق و بر ضد منفعت‌های حکومت کار میکنند. سامانه خبرگزاری آزیا پلوس از روز 19 اوگوست باز پر دستنوراست است. خوانندگان این خبرگزاری شکایت میکنند که حتی با واسطه VPN یا فیلتر شکنها نمیتوانند به سامانه وارد گردند. علام‌آور است، لیکن خیلی اینجا نمیدونم مشکلات تکنیکی هست چی هست. اگر یگان سامانه یا خبرگزاری باشد که آزیا پلوس را عوض کرده اومد، اما علام‌آور نبود. امروز در تاجیکستان نیست. من اطمینان دارم، این فکر شخصی من است. یگان خبرگزاری یا سامانه صرف داخلی است که آزیا پلوس را عوض کرده نمیتواند برای خوانندگان. رهبر گروه رسانه‌های آزیا پلوس در صحبت با رادیوی آزادی اظهار داشت که تا حال مقامات برای آنها پاسخ دقیق نداده است که به چه دلیل دسترسی به سامانه آنها مسدود شده است. در خدمات علاقه تاجیکستان به رادیوی آزادی گفتند به قضیه دستنوراست شدن سامانه خبرگزاری آزیا پلوس این ساختار دست ندارد. آخر ماه ایول سال جاری روسکومنادزور خدمات ناظر عرصه مخابرات در روسیه دسترسی به سامانه آژانسی اطلاعاتی آزیا پلوس را در قلمرو این کشور مسدود کرد. یک نوار حزن‌آور کشتار سگ در ایران خشم ساکنان و حامیان حقوق جانوران را به بار آورد. روزهای آخر پی هم حامیان حقوق حیوانات در پایتخت ایران شهر تهران جمع شده خشونت و کشتار بیرحمانه سگ‌های دیدو و یا خود ولگارد را از جانب مقامات تهران مورد انتقاد شدید قرار دادند. ضمناً بی‌ضررگردانی سگان ولگارد در گذشته در شهر دوشنبه هم باعث نگرانی دوستداران سگ و کاربران شبکه‌های اجتماعی شده بود. کیومرسی عطا موضوع را ادامه می‌دهد. روزهای آخر پی هم حامیان حقوق حیوانات در پایتخت ایران جمع شده خشونت و کشتار بیرحمانه سگ‌های دیدو یا ولگارد از جانب مقامات تهران را مورد انتقاد شدید قرار دادند. این چاره‌بینی‌ها بعد از آن آغاز شد
که در شبکه‌های اجتماعی نوار قتل بی‌رحمانه سگ گریان نشر گردید. در شبکه‌های اجتماعی شرح و تفسیرهای زیاد با تقاضای منع سگ‌کشی نشر شد. طبق گزارش‌های رسیده، مقامات جمهوری اسلامی چندین نفر از اعتراضگران هفته گذشته را بازداشت نمودند. منصبداران ایرانی اصرار می‌ورزند که نوار از 2 سال پیش بوده شرکت مسئول این عمل از همکاری با شهرداری تهران محروم شده است. پیروز حناچی میر تهران میگوید سگ قتل شده گرفتار بیماری خطرناک بوده است. حادثه های همسان در تاجیکستان هم رخ داده بودند که باعث به نگرانی دوستداران سگ شده بود. اداره وکالتدار حقوق کودک در تاجیکستان تصمیم گرفته است فرزندان لولیان را به تحصیل جلب کند. همکنون این اداره تصمیم دارد با راه اندازی یک برنامه تعلیمی ویژه کودکان لولی تباران تاجیکستان را به مکتب جلب کند. با تحصیل فرا گرفتن کودکان از اقلیت‌های قومی از جمله لولی تباران یکی از طلب‌های کمیته محو تبعیض نژادی سازمان ملل متحد از تاجیکستان بود. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم سروینازی روح‌الله. فرشته 10 سال دارد اما امسال باری اول به مکتب می رود. من مکتب تمام میکنم، دکتر میشم، بیماری طبابت میکنم. هرچند همسالان فرشته صنف سیوم را ختم کردند، او اکنون نوشتن رقم و تلفظ حرفها را یاد میگیرد. 8 می‌نویسم، 10 11 می‌نویسم. درس خوانده معقول است. آرزوی تحصیل و آموزش زمانی در دل فرشته بیدار شد که مادرش از صبح تا شام در کوچه و بازار طلبندگی میکرد. فریده مادر فرشته که باری هم مکتب نرفته است، از آمادگی دخترش به تحصیل خوشحال است. میگوید از اینکه دخترش را در 7 سالگی به مکتب نفرستاد پشیمان است. حالا میخواهد دخترش آرزوی کودکی او را عملی کند. میخوام که مکتب خانه دختر شود. خودم نخواندم، عذاب کشیدم، من دخترم بخونه. خودم عذاب کشیده کلان شدگیم، معده مانده بودم، کودک مانده بودم، بچه‌م نابود شد. ای معدگی شکردم، 10 ساله بودم، 15 ساله بودم، خانه خالم آمدم شکردم. آرزوی این لولی دختر و مادر او یک ضربه برای شکستن سنت قومی و شخ شده لولی ها می باشد که خلطه گدایی را با دانش عوض می کنند. سالهای اخیر تعداد زیادی همسالان فرشته از این دهه به تحصیل فرا گرفته شدند. تعداد نورسان لولی تبار که باری اول به مکتب می روند بیشتر از 10 نفر است. والدانشان هم میگویند هرچی بیشتر تلاش میکنند برای باسواد شدن فرزندانشان آنها را به مکتب دهند. 500 سوم 2 سال لباس گرفتیم، صنف 2 میخونه بچم. میخواهم که بچم آیندگی ده برای خودش خدمت کند، آیندگی خودش ده در کار، خودش به احترام خودش قبول کند، پدر مادرش حرمت کند. حالا زنان لولی کوشش میکنند فرزندانشان دانش بگیرد و صاحب جای کار شود. چند پیش سازمان ملل متحد از آن اظهار تأسف کرد که تاجیکستان قبول برنامه مخصوص برای بهبود بخشیدن به وضع حقوقی و اجتماعی لولیان را ضرور نمی شمارد. کمیته محو تبعیض نژادی این سازمان خواست تاجیکستان شرایط فراهم آورد تا که دختران جوگی به تحصیل مناسب دسترسی داشته باشند. ما حتی وقتی که در محل‌ها داخلی‌ها می‌گذرانیم، با مقامات محلی، با خود شهروندان داخلی‌ها می‌گذرانیم در بابت ضرورتی به تحصیل فرا گرفتن این کودکان لولی میگوییم این گونه توصیه‌ها از جانب ساختارهای سازمان ملل متحد هم به جمهوری تاجیکستان پیشنهاد شدند. لولیان در تاجیکستان که اکثرا با طلبندگی و گدایی روز می‌گذرانند از نقض حقوق خود و بخصوص تحقیر از طرف ساکنان بومی شکایت می‌کنند. تعدادی نه چندان زیادی کودکان این قبیله که حالا مکتب می‌خوانند پس از ختم تحصیل به دانشگاه نمی‌روند، ولی والدان آنها امیدوارند روزی از میان آنها هم طبیب و آموزگار و آوازخوان و ورزشگر می‌براید. بیننده ارجمند اینجا رسیدیم به پایان برنامه امروز. اخبار و گزارش‌های دیگر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org بخوانید و در صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب ببینید. فردا صبح بر وقت با خبرهای نو و تازه شما را برنامه نوید بامدادی منتظر است. تا آن دم خدا نگهدار شما.